سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزتر از جانم، خانوم ها و آقایان. این قسمت از تاپ ترند فارسی رو به هیچ عنوان از دست ندید که قرار امروز با معرفی 10 تا از ترسناکترین فیلم های بشریت پشماتون رو بریزونم. طبق روال معمول قرار معرفی فیلم های ترسناکمون رو از شماره 10 که درجه ترس توی اون به نسبت فیلم های دیگه‌مون کم هسته شروع کنیم و به شماره 1 که باز میشه از ترس به خودتون جیش کنید و ادامه بدیم. دوستان، درجه ترس توی هر کشوری متفاوت هستش. مثلا کشوری مثل آمریکا با فیلم هایی مثل ایت پشماشون رنده میشه، ولی از اونجایی که ما مردم ایران هستیم و مردم به شدت با جرأتی هستیم، تصمیم گرفتیم ترسناکترین فیلم ها رو براتون به نمایش بگذاریم که به شدت لذت ببرید و این ملاک ترس بیشتر بر اساس نظرات مردمی هستش که داخل کشور عزیزمون ایران زندگی میکنن. پس با ما همراه باشید با ادامه تاپ ترند فارسی. دوستان، برای دستگرمی هم که شده بریم سراغ 10مین فیلم ترسناکمون با عنوان فیلم مکموم که سال 2019 ساخته شده و داستان فیلم هم از این قراره که یک دختری توی خوابگاه‌های دانشجویی زندگی میکنه و داخل اون خوابگاه پر از اجنه است و این اجنه خیلی ترسناک هستن واویلا و فقط از اون دختر زمانی پیروی میکنن که در حین نماز باشه و ادامه ماجرا. دوستان، این فیلم صحنه‌های ترسناک به شدت جذابی داره. یکی از نمونه صحنه‌های جذابش که براتون قراره بذاریم صحنه‌ای هستش که خانومه داره نماز میخونه و جنه داره پشت سرش زمزمه میکنه و ادامه ماجرا. اگر هم قصد دانلود این فیلم رو دارید، من داخل چنل تلگرام تاپ ترند فارسیمون گذاشتم که دیگه اذیت نشید و راحت بتونید دانلودش کنید. دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ معرفی فیلم نهمون، ممنون میشم از ما حمایت کنید و لایک و سابسکرایب بفرمایید و دکمه زنگوله هم بزنید تنگش که قرار بهترین تولید محتواها رو برای اولین بار فقط از چنل تاپ ترند فارسی براتون پخش کنیم. شماره 9 ترسناکترین فیلم های جهان بشریت تعلق میگیره به فیلم جنگیر پاپ. دوستان عزیزم، این فیلم همین 1 ماه پیش منتشر شد و بازی بازیگرانی همچون راسل کرو رو داره و داستان فیلم هم باید بگم که واقعی هستش که باعث میشه به جذابیت این فیلم اضافه کنه. MP3 وار بریم سراغ معرفی فیلم 8مون که فیلم درخواست دوستی هستش. دوستان، این فیلم در مورد داستانی به نام لورا هستش که مثل همه ما توی شبکه‌های مجازی فعاله و شروع داستانم از اونجایی شروع میشه که درخواست دوستی یک دختر مرموز رو اکسپت میکنه و ادامه ماجرا. انرژیتون نیافته، بریم سراغ معرفی فیلم 6مون که فیلم سینستر هستش که در سال 2013 منتشر شده و بر اساس یک داستان واقعی از یک نویسنده جرم و جنایت که برای نوشتن داستان جدیدش به خانه‌ای که جنایت در آن رخ داده نقل مکان میکنه و ورودشون به این خونه شروع داستان فیلم سینستر هستش و ادامه ماجرا. آقا، همین چند وقت اخیر داخل آمریکا روی 50 نفر تحقیقاتی صورت گرفته برای اینکه بدونن ترسناکترین فیلم چه فیلمی هستش. تحقیقات هم به این صورت بوده که برای 50 نفر فیلم‌های ترسناک قرار میدادن و هر فیلمی که ضربان قلب افرادش رو بیشتر تحت تاثیر قرار میداده اون فیلم ترسناکترین فیلمی شده که باید بگم فیلم سینستر تونسته رنک 1 رو از آن خودش کنه. بیدرنگ بریم سراغ معرفی 5مین فیلم ترسناکمون که فیلمی نیست جز فیلم جادوگر بلر. دوستان، این فیلم بر اساس یک داستان واقعی هستش و روایتگر 3 تا دوست صمیمیه که در سال 1994 به دنبال تهیه فیلم مستندی در مورد یک افسانه محلی به نام جادوگر بلر هستند. این جادوگر بلر یک افسانه واقعیه و مطمئن باشید با دیدن این فیلم از حقیقت ترسناک این افسانه محلی شوکه میشید. همراهان عزیز چنل تاپ ترند فارسی، باید خدمتون عرض کنم که از اینجای داستان به بعد شاهد معرفی فیلم هایی با درجه ترس های به شدت زیاد هستید، جوری که از ترس به خودتون جیش کنید و ادامه ماجرا که بگم بیادبی میشه.
ممنون میشم از ما حمایت کنید و دکمه لایک و سابسکرایب با همین الانی که دارم حرف میزنم بزنید که یک هدیه کوچیکی هم از طرف شما عزیزان به ما داده بشه و مطمئن باشید که ما در ادامه مسیر جبران میکنیم. و نکته آخری که وجود داره، من نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم، اینه که دوستان ممنون میشم برای ما کامنت بذارید و بگید که ترسناکترین فیلمی که تا حالا دیدید چه فیلمی بوده، که با این کامنت شما دوستان دیگه‌تون هم بدونن چه فیلم‌هایی از نگاه شما ترسناک بوده که برن تماشا کنن و ببینن. بریم سراغ چهارمین فیلم ترسناک جهان بشریت برای ما ایرانی‌ها که تعلق میگیره به فیلم دابه 4 که همون نفرین جن هم شناخته میشه. باید بگم دوستان که این فیلم در 6 مجموعه ساخته شده که فیلم دابه 4 از همه ترسناکتره و من به شخص با دیدن این فیلم اصلا نگم براتون دیگه کارخرابی ها انجام شده. داستان فیلمم در مورد دختری به نام کبرا هستش که درست تو شب عروسیش به تسخیر جنها در میاد و بعد از این قضیه یک جنگیر به نام شیخ فاروق تصمیم میگیره که جنها رو از بدن کبرا خارج کنه که ادامهش رو دیگه نمیگم که برید ببینید. فقط در همین حد بدونید که اگر این فیلم رو تنهایی ببینید تا مرز سکته رو قشنگ رد میکنید. بریم سراغ معرفی سومین فیلم ترسناک جهان بشریت با عنوان فیلم آنابل. دوستان این فیلم بر اثر یک داستان واقعی هستش و شخصیت اصلی این داستان هم یک عروسک به نام آنابل هست که بر اثر یک سری اتفاقات واقعی به یک وسیله شیطانی تبدیل میشه و اد و لوریان که در ادامه براتون توضیح میدم قرار این روح شیطانی رو از این عروسک آنابل بیرون بکشن که جون انسانهای دیگر رو هم به خطر نندازن. دوستان همینطور که مشاهده میکنید این عروسک واقعی آنابل هستش و شخصی که در کنار ایشون هم میبینید اد و لوریان هستن که باید بگم این عروسک آنابل داخل موزه وارن نگهداری میشد و نکته‌ای که وجود داره که پشماتون هم میریزه، در سال 2020 گفته شده آنابل ناپدید شده و بعد از اون موفق به پیدا شدنش نشدن. البته خبرهایی هم گفته شده که آنابل به دست داماد خانواده اد و لوریان نگهداری میشه که افراد زیادی هم معتقدن این خبر برای این منتشر شده که مردم به خاک عظما نروند. بریم سراغ معرفی دومین فیلم ترسناک جهان بشریت که فیلمی نیست جز فیلم اینسیدیوس. دوستان این فیلم در 5 مجموعه ساخته شده و داستان فیلم هم از این قراره که بچهای یک زن و شوهر به طرز عجیبی وارد کما میشن و خونهشون هم مورد حمله ارواح اهریمنی قرار میگیره و این اهریمنها از جسم این فرزند خانواده استفاده میکنن تا بتونن به دنیای واقعی وارد بشوند. بریم سراغ معرفی ترسناکترین فیلم جهان بشریت که فیلمی نیست جز فیلم کانجورینگ یا همون احضار. ببینید دوستان توی سالهای 1971 یک زوج به نام اد و لوریان وجود داشتن که جنگیری میکردن و باید بگم کارگردان خوب این فیلم یعنی آقای جیمز وان که فیلم‌های ترسناک به شدت زیادی هم درست کرده داخل کارنامه‌اش هم داره، در سال 2013 تصمیم میگیره که نمونه‌ای از جنگیری‌های این خانواده عجیب و غریب رو به نمایش بگذاره. همونطور که گفتم این فیلم بر اساس یک داستان واقعی هستش و دیدنشو به دوستای نترسمون حتما توصیه میکنم. اگرم دقت کرده باشید صدای من از یک جای به بعد گرفته اینقدری که انرژی گذاشتم، پس ممنون میشم از ما حمایت کنید و لایک و سابسکرایب رو بزنید دیگه. خداییش صدام و حنجرم رو از دست دادم. بریم سراغ تیکه های از این فیلم رو ببینیم و بعدش بیایم کلی کارتون. بوس تمام عزیزانی هستم که تا اینجای کار با ما همراه بودن و این قسمت از چنل تاپ ترند فارسی رو مشاهده کردن. دوستان از ما حمایت کنید که خیلی من برای این قسمت انرژی گذاشتم و صدام هنوز هم گرفته شده و مطمئنا با لایک و سابسکرایب های شما عزیزان به حالت سابق برمیگرده. ما این چنل رو قرار یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ها تولید محتوا داشته باشیم داخلش که ممنون میشم برای ما کامنت بگذارید که چه نوع
محتواهایی رو دوست دارید تا ما براتون بذاریم. بیشتر از این دیگه صدام داره از حد مرز میگذره و پاره میشه. خیلی ممنون که با ما همراه بودی. تا قسمت بعدی چنل تاپ ترند فارسی، خدا یار و نگهدارتون.